امام نظر خدای بردیف باغپروری سابقه دار ترکمن از فراوانی حاصلش نقل میکند. انار جلیکول است. جلیکول ده انار نقد میشه. مردم همش انار آرنده زمینش به انار خوردگی. آن حاصلی بسیار میگره. باغی انار خانواده امام نظر 2 گکتر است و جمع‌آوری حاصل در آن حالا به پایان نرسیده است. حجق ماده. آن حاصل نه کلان شده است. این فیلم چی نگه؟ اوغلبخت ارگشه و نیز باغی بزرگی انار دارد و حاصل باغ را جمع آورده برای زمستان ذخیره کرده است تا با قیمت بلندتر بفروشد. اصول نگهداریش را هم خوب می‌داند. Olur yakın Mart'a içindeyim. Duyum Mart'ta nasip boşa 4 روز 5 روز پس duyum çinagam içini. بسیاری از ساکنان جماعت گردی گلمرادوف در ناحیه دوستی انار پرور هستند. پرورش این میوه شیرین و سرخریدار آسان نیست. خرج کم هم ندارد. چوب تازه میکنم اینجا اون کرم میخوره همه پسودسته آنها اینجا همه تازه میکنم آنها همه تازه میکنم ده. ناحیه دوستی در ولایت ختلان بیش از 200 گکتر باغی انار دارد و حاصل آن را در داخل و خارج میفروشند. 1 کیلوی آن در بازارهای وادی وخش از 8 تا 10 سوم یا تقریباً $1 ارزش دارد. باغداران میگویند که با سبب حاصل فراوان ممکن است قیمت انار هم پایین بیاید.